سالهای مختلف تجربیات بشر اومده راجع به بافت تاریخی، راجع به بنای تاریخی، راجع به محوطه بنای تاریخی کار کرده، به راهکار رسیده. جوری نیست که مثلا کنار بازارشون دیگه خیابون ایجاد کنن. یه خونه‌ای به صورت لکه توی یک بافت تاریخی الان مرمت میشه. ما الان همین چالش رو تو کارشون خودمون داریم. ولی بستر محله رو داره تبیین میکنه به اینکه آقا اینجا الان توریست داره میاد میره. پیرمردی، پیرزنی که شاید اصلا به بافت تاریخی و مرمت بافت تاریخی اصلا مطالعه‌ای هم نداشته، معماری هم نخونده. وقتی میاد تو کوچه داره رد میشه، یه زباله میبینه یا یه تاسیگاری میبینه، به خدا من دیدم خم میشن با اون کمرشون یه تاسیگار بردن. کشورهای در حال توسعه مثل ایران از اون اصالت گذشتهشون وقتی میخوان به تکنولوژی و اون شبح تکنولوژی که اونها توی دنیای غرب دارن برای ما تعریف میکنن برسن، یه دوره گذاری باید طی کنن. معمولا اینجوریه تو هر عرصه‌ای از جمله معماری. ما اگه بتونیم این فاصله زمانی رو کوتاه کنیم یا اینکه راهکارها و اصالت و هویت قبلیمون رو بتونیم یه جور نگه داریم و به مرحله بعدی برسونیم، خب این خیلی منطقی تره.